اینم از دونات‌های خوشمزه ما. طعمشون خوب بود؟ خیلی عالی. دقیقا هم یه سلام، خیلی مخلصیم. مالتون چطوره؟ خوبی؟ ما امروز اومدیم خواستیم میریم خانم غافلگیر کنیم و یه سورپرایز خوب براش بیاریم. من یه مقدار آرد و وسیله و روغن و یکم خوراکی متفاوت براش آوردم. یه سیلند گازم آوردم با سری شعلش و یکم کره و یکم وسیله و میخوایم بریم با هم یه پیراشکی درست کنیم. دستور پختش هم با خودم و ایشون میگه موشینام انجام میده. با ما همراه باشید دوستان تا بریم بالا. یکم من به خاطر اینکه یکم بار سنگینی نمیتونم تو مسیر فیل برداری کنم، دارم میبرم بالا. من باشید در خدمت شما هستم. دوستان امروز دمای هوا نسبت به روزهای قبل یکمی بالاتر و یه مقدارم رطوبت هست. عملا بارم خیلی سنگینه. دوستان من به خاطر چیزی که نفس کم آوردم، من دوباره وسایل برمی داریم و تقریبا رسیدیم دیگه. خب این وسایل رو یکی کنم. خب یه خب دارم در حال کار هستم. حال شما خوبی؟ خسته نباشی. این کار میکنی ها؟ یکم کاره این وسایل برداریم. دست در نکنه. خواهش میکنم. خیلی ممنون. من یکم وسیله براتون آوردم امروز با هم پیراشکی درست کنید. درست کردین تا حالا؟ خب راحته. دست در نکنه. خیلی ممنون. هوا هم امروز یکم رطوبت داره. هوا ابریه. یکم خار جلو همین. وسایل رو در بیار نگاهشون کن. یه کاسه را این هم تخم مرغه. این در بیاریم. حالا غذا آوردم. این پیراشکی یکمی خمیرش زمان بره باید قبل خودش باشه که یکمی بر بیاد. اون آردا و شکرها رو در بیاریم. تخم مرغ هم هست. شیر و آرد و شکر. تشکر. خواهش کنیم. خیلی ممنون که نسیم آوردید. خواهش میکنم. شما شیر رو باید گرم کنیم. اول شیر گرم کنیم؟ آره شیر رو گرم کنیم. این تو هم کاسه تا گرم بشه. این شیر رو پیمونه کن بریز تو لیوان، یه لیوان باشه. آردا هم خودشون اندازن، اما از قبل اندازشون کردم.
بسه؟ آره بس بذاریم تا بلرم بشه. یه قاشق آوردم کرار بریزید. اونو بعدش تخم مرغ رو بریزید. همه چیزیش نمیشه. اول باید پینی کردم. ایراز خاموشش کن، ایراز خاموشش کن. چرا مگس اومده امروز؟ هوا گرمه مگسی. شکر رو اضافه کنیم. آقا شکر نباید زیاد بریزی. به همون قاشقه چند تا باید 4 تا. 4 تا باشه؟ آره چون آردام 4 تا لیمونن. اگه لیمون آردی 4 یه قاشق میخواد. کافیه. یکم دیگه هم. آره که پیمونتون کم زیاد نشه. اون شکلات ها هم بذار یه چیز هم آوردم. شکلات قهوه‌ای هم آوردم. آره اینو بذاری برای تزیین بعد آخری که چیز شد. اینو مخلوط کنید. اول پینی کردم ببینم چی شد. کامل مخلوط کنید. چه خواهیسی بریزم؟ نه مرسی فعلا. ببینید شیر حرارتش کمتر شده. خب 2 تا قاشق خمیر مایه، 2 تا قاشق هم شکر بریزین روش. خب شکر کافیه. خمیر مایه هم اضافه کنید. درش بذارشون. خب حالا چند دقیقه با وایسی تا این حالت فوم بشه، خامه‌ای بشه. خب
داره ماه خمیر اونم آماده است. حالا دیگه عادی بهش اضافه کنید خودتون دیگه خمیر درست کردین. مثل خمیر معمولی ورزش بدین و این پلاستیک فریزره رو بکشین سرش بذارینش گرما تا اون پف لازم رو بکنیم ورز لازم بهش بیاد و بعد بیایم. فقط من قالبم یادم رفت بیارم. من با این بطری نوشابه بطری آب معدنی یه چیزی براتون یه قالب درست میکنم. باشه دست در. دیگه این چیزی نیست، اینجوری یه شکلی بهش بدیم بعدشو دو طرفش تو مای تاوه سرخ کنیم. چی؟ باید مثل خمیر نون آره مثل همون خمیر معمولی ها، مثل همون ورزش بدین. نه چه ماهلی هستی؟ فکر کنم دیگه کافی باشه یا باز نخواد. نه خوبم. اگه اندازه خمیر نون بود اینقدر خوب. پلاستیک بکشید روش. این کوچیکه میخواد بزرگه؟ نه همون کافیه، پارش کنید وسط. این بزرگه رو میزنید. اینم پتورم بندازین روش و میخوایم تو آفتاب. بذارین اینجا. بذارش اینجا. آره که من در سوسک مگسین هم دوش باشه. یه ساعتی باید بمونه، نیم ساعت. اما دست نمیشون. نگاه با خمیر کنی بینی بارز نیمده، باد نکرده. آره امروز هم ابره خرم میاد. نخواه خاله رو بکنین ها. آره مواظب باشین. با هم بیل بزنین به ریشش. نمیاد؟ برعکس بزنید. آره برعکس بزنید تا قطع بشه. اصلا دست نزنید. تیغشون خیلی بزرگه. هست بازم هست یکی دیگه هم هست. خوبه عالیه. خب تا شما چیز کنید اینا رو جمع کنید و خمیر ورز بیاد. من برم تو ماشین یه قرصی هست سرما خورد دیگه، برم بخورم و بیام. ها؟ آره شما خرار بید تا خمیرم ورز بیاد. من این نیم ساعت دیگه میام. کار نداری فعلا؟ خدا چیز نمیخوای؟ نه قربونه دست در نکنه. خواهش میکنم. من الان میام نیم ساعته برمیگردم. خدا
خب بچه من برم تو ماشین، فکر کنم سرما خوردم. دوستان با لایک و کامنت و سابسکرایب و کانال ما حمایت کنید و امیدوارم که بتونیم با این کار مشکلی مادر بزرگ حل کنیم. ممنون از نگاه پرمهر و مهربانتون. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار تا قسمت بعد.